با سلام به یکی شما بینندگان عزیز، شعله گلخوجه هستم با خبر تازه در خدمتتون. ساعت به وقت پراگ 10 و در مسکو 12 و در دوشنبه 14 است و همه روزه شما رو بینندگان عزیز در همین ساعت ها منتظر میمونم تا برایتان نوگانی ها رو بگم. دیروز در تاجیکستان با زمین لرزه به قید گرفته شد. این نوبت مرکزی زمین جنبی در ناحیه مومن‌آباد بوده است. از زمین لرزه نصف روزی به عمل آمده شدت آن در مرکزش 4 و در دوشنبه 2 درجه از روی جدول ریختر حساب شده است. درباره تلفات مالی و جانی تا به حال اطلاعی دسترس نیست. تاجیکستان سال جاری صادرات محصولات رو بیشتر کرده است. طبق اطلاع آژانس امور تاجیکستان تا ماه اکتبر میزان سودای خارجی نزدیک 3.8 میلیارد دلار را تشکیل داده است. این نشان داد در قیاس به همین دوره سال گذشته 3.3% بیشتر بوده است. امسال تاجیکستان بیشتر محصولات را به شویتزاریا، ترکیه و قزاقستان انتقال داده است. از تاجیکستان به خارج اساساً سنگ و فلزات قیمت بها و نیم قیمت بها، همچنین محصولات گوناگون صنعتی و تیاری خوراکبری و محصولات رستنی صادرات می‌گردد. حجم واردات باشد طول 10 ماه اخیر بیش از 2.5 میلیارد دلار را تشکیل داد که در قیاس به همین دوره سال گذشته 75 میلیون دلار کمتر است. با تاجیکستان امسال اساساً از روسیه، قزاقستان و چین مال و محصولات گوناگون وارد گردیده است. ضمناً برنامه جهانی غذا که قیمت‌ها در تاجیکستان و وضع تامین اهالی با مواد خوراک را مشاهده می‌کند، در یک گزارش در آخر ماه اکتبر گفت که افزودن قیمت انتقال محصولات خوراک از روسیه و قزاقستان باعث بلندروی نرخ‌ها در بازارهای تاجیکستان شده است. ساکنان تاجیکستان در هفته‌های اخیر از یک باره جهیدن نرخ خوراکبری در بازارها بانگ اضطراب می‌زنند. آنها میگویند خریداری مواد نیازی اول برایشان تا رفت مشکل می شود. در قزاقستان دو شهروند تاجیکستان را به تشکیل پیرامیده مالیوی گمانبر می‌دانند. گفته می شود متهمان در شهرهای الماتا، نورسولتان، چیمکент، اقتپه و اورالسک فعالیت غیر قانونی برآ ماندند. طبق فرضیه پیشکی دو زاده تاجیکستان همراه با یک شهروند قزاقستان پیرامیده مالیوی ساخته بر دروغ سهمیه‌های شرکت‌های بزرگ جهانی از جمله پیپسی، نایک، مایکروسافت و BMW را به فروش گذاشتند. حجم ضرری به ساکنان رسیده از این پیرامیده 100,000 دلار و شماره ضرردیدگان تقریباً 400 نفر را تشکیل می‌دهد. حالا یکی از زادگان تاجیکستان دستگیر شده و دومی در جستجو قرار دارد. شهروند قزاقستان را باشد بر عوض گروپولی شرطاً آزاد کردند. طبق جدول تصدیق نموده مقامات تاجیک و روس، فردا 18 نوامبر از شهرهای گوناگون روسیه به پایتخت تاجیکستان 5 پرواز چارتری در مد نظر است. شرکت سومون ایر توسط 3 پرواز از مسکو به دوشنبه مسافران را میبرد. همزمان یک پروازی از سنت پترزبورگ و سورگوت عملی خواهد شد. رسما پول بلیط پروازهای چارتری 395 یورو مقرر گردیده است. بعضی از کاربران رادیو آزادی نوشتند که بر عوض کمی بیشتر از 38,000 روبل روسیه چیپته ها را خریداری نمودند. سوال ها از مهاجران دسترسی ما شد که میگویند در منطقه دوردست روسیه هستند و باید از کجا بلیط بخرند. از 15 نقطه بلیط فروشی در شهرهای مسکو، سنت پترزبورگ، نووسیبیرسک، یکاترینبورگ، کراسنویارسک، ایرکوتسک، قازان، اوفا، سورگوت و کراسنودار. این نقطه ها اکثرا در فرودگاه ها جای گیرند بینندگان عزیز و به این زودی ها باید فروش آنلاینی بلیط ها از جانب شرکت سومون ایر براه مانده شود که خریدن بلیط را برای شما آنهایی که میخواهید به تاجیکستان سفر کنید آسان‌تر خواهد کرد. و بعضی از شما میخواهید توسط کشورهای سوم یعنی قرقیزستان و قزاقستان و ازبکستان از روسیه خود را به تاجیکستان برسانید، چون به گفته شما از این طریق بلیط ها ارزان ترند. دوستان عزیز، قبل از سفر باید از سفارت و یا نمایندگی تاجیکستان مشورت بپرسید، زیرا وابسته به کووید 19 هر لحظه قرارها عوض میشوند و کسی به شما کفالت دادن نمیتواند که اجازت گذشتن از مرز را طریق آن کشورها پیدا میکنید یا نه. مجران مهنتی که بنابر پاندمی کووید 19 در روسیه ماندند تیر ماه امسال به وطنهای خود پول زیاد فرستادند. ایزوستیا می‌نویسد که از ماه ایول تا سپتامبر امسال شهروندان تاجیکستان، ازبکستان و دیگر کشورهای سابق اتحادیه شوروی از روسیه به دولت‌هایشان در مجموع 1.9 میلیارد دلار انتقال دادند. این پول‌ها اکثرا طریق نظام‌های یونیستریم، وسترن یونیون، زلاتای کرونا و کانتاکت فرستاده شده است.
در عین زمان کارشناسان میگویند که انتقال از روسیه عادتاً در تیر ماه کم می شود، اما این دفعه بنابر بسته بودن مرزها مهاجران کاری نتوانستند کشور را ترک کنند. آنها کار را ادامه میدهند و به خانه پول میفرستند. در همین حال طبق پیشگویی ها سرعت افزایش منبع حجم عملیات نزد مرزی یا که فرستادن پول ها میتواند در شرایط محدودیت های دوامدار کاهش بیابد. تا 15 январ یعنی 5 روز پیش از انتقال صلاحیت‌های پرزیدنتی از دونالد ترامپ به جو بایدن، آمریکا حضور نیروهایش در افغانستان را به طور جدی کاهش خواهد داد. 17 نوامبر اجرا کننده وظیفه وزیر مدافع آمریکا کریستوفر میلر گفت در افغانستان از 4,500 افسر و سرباز 2,500 نفرشان میمونند و در عراق نیز 500 نظامی بیرون شده 2,500 افسر و سرباز باقی میمونند. میلر افزود که این تصمیم مطابق با برنامه پیشکی تحریزی شده است و معنای آن را ندارد که سیاست و یا هدفهای آمریکا در این کشورها تغییر یافته است. به گفته اجرا کننده وظیفه وزیر مدافع آمریکا، واشنگتن از پرزیدنت افغانستان اشرف غنی و حکومت زیر نظارت او پشتیبانی میکند و اگر در افغانستان عراق وضع ناگوار شد، آمریکا آماده است عکس العمل نشان بدهد. یک ساکن 32 ساله نویه لغش برای یافتن طلا میرود ولی جان خود را از دست میدهد. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان میگوید 15 نوامبر این حادثه رخ داده است و زمانی که دو برادر به خاطر دریافت طلا از رود مکسو به موضع خوجه طواف رفتند. صبح دیگر در داخل خیمه یکی از برادران را مرده پیدا کردند. همراهانش میگویند احتمالاً او از گاز لخچه الاف در خیمه افتاده است. وضع سلامتی برادر دیگرش فعلا خوب است. کمیته حالتهای فوق‌العاده هشدار می‌دهد که در فصل سرما که حتما ساکنان از انگشت و دیگر موادهای سوخت استفاده می‌کنند خیلی احتیاطکار باشند، بخصوص اگر شما انگشت می‌سوزید باید برای بیرون رفتن گازی آن قاعده‌های بی‌خطری را جداً رعایت کنید. درهای کامل پوشیده و خیمه‌های بی هواگذر می‌توانند سببگار فاجعه ها شوند، گفته است کمیته. در ولایت توری روسیه نرخ پتنت برای مهاجران کاری بلند برداشته می شود، چون این تصمیم به خاطر به کار تامین کردن مردم محلی گرفته شده است. به همین ترتیب از سال 2021 در این ولایت روسیه مهاجران باید برای پتنت 5805 روبل روسی پرداخت کنند. حالا پتنت 5327 روبل نرخ دارد. هنوز در سال 2015 نرخ پتنت در این ولایت تور برای کار شهروندان خارجی تقریبا 3000 روبل را تشکیل میداد. با قرار مقامات منطقوی ارزش آن تدریجاً افزایش یافت. علاوه بر این در سالهای اخیر محدودیت استفاده قوه کاری خارجی در 33 نماد فعالیت اقتصادی نیز جاری کرده شد. این چاره ها باعث گردید که 9000 جای کاری که مهاجران اشغال می‌کردند برای ساکنان محلی خالی شدند. در سوخت یک جوان 19 ساله ساکن شهر خوجند را دستگیر کردند. او به آن متهم می شود که به خاطر پنهان کردن دزدی ماشین را آتش زده است. به قول اداره کارهای داخلی سوخت نیمه شب 17 نوامبر گمانبر از داخل ماشین مرسدس اسپرینتر 10 سومونی پول و یک عدد گوشی بیسیم را که 60 سومونی نرخ داشته است می‌دزدد. سپس ماشین را آتش می‌زند و با این عمل به صاحب نقلیات بیش از 120,000 سومونی ضرر مادی می‌رساند. در نسبت گمانبر پرونده جنایتی آغاز شده است. و بینندگان عزیز، چون همیشه با خواهش شما در پایان صحبت من برایتان درباره قرب روبل روسی میگم که امروز از طرف بانک ملی تاجیکستان قرب 1000 روبل روسی 147 سومانی و 30 درم مقرر گردیده است. این نرخ نسبت روز گذشته 80 درم بیشتر میباشد. این خبرهایی بود که من خواستم در این ساعت برای شما بگویم. خبرهای بیشتر از این را در دست داریم که 3 ساعت پس در برنامه خبری تقدیمتان میشود. تا ملاقات نوبتی خود را احتیاط کنید.